خب همینطور که میدونید هوا گرم شده و اونایی که از کولر آبی استفاده میکنن این موقع سال کولر آبیشون رو راه میندازن و بیشترین مشکلی که هست این شیلنگ آب کولره که معمولا آب میده. من یک روشی ابداع کردم که خیلی راحت میتونید این مشکل خودتون حل کنید و احتیاجی به خریدن شیلنگ نو و یا خرید وسیله نوع دیگری ندارید. خب برای این کار اول باید شیر آب رو ببندیم. خب وقتی آب رو قطع کردیم اینو باز میکنیم و این پیچش رو میدیم عقب تا این شیلنگ کامل بیاد بیرون، به اندازه تقریبا 1 سانت بیاد بیرون. بعد اینو با یک فندک گرم میکنیم و با یک خودکار یا مداد، یه وسیله نوک‌تیز دیگه، اینو یک کمی داخل این شیلنگ کرده تا قطر شیلنگ زیاد بشه. بعدش این شیلنگ میبینید که با فشار باید بدیم داخل و اینو مطمئن باشین که وقتی ببندین دیگه آب چکه نمیکنه. خب حالا میریم که شیر آب رو باز کنیم و نتیجه رو ببینیم. میبینیم که دیگه آب نمیده و